چه هوای خوبی بود. چقدر خوش گذشت بهم. ریاضا چی شده؟ تو به چی داری میخندی؟ زن نادون این خنده است؟ من دارم اینه یه بز پیرگریه میکنم. ریاضا الهی رئیس ادارت بمیره ولی من عشق تو رو نبینم. خیلی ممنونوشین، تو خیلی زن مهربونی هستی. من اومدم. سلام. چی شده پدر؟ چرا داری میخندی؟ تو که جدید شنیدی؟ نه پسر نفهم، من دارم گریه میکنم. گریه من این شکلیه. ریاضا تو باید به ما بگی چرا گریه میکنی. بله بابا تو باید به ما بگی. بگو چرا غم داری، بگو. چی بگم برات؟ انتظار داری چه چیزی از کت زردم درات؟ اوی اگر دردم یکی بودی چه بودی. چی شده بابا؟ چرا داری میخندی؟ یعنی الهی سیل بیاد همتونو ببره، الهی وبا بگیرین. بابا من نکبت دارم گریه میکنم، این گریه است. گریه ببین، خنده من اینجوریه ببین. این گریه هم اینجوریه ببین. اینا با هم فرق دارن، بفهمی. ریاضا خب فهمیدیم دیگه. ببینم نکنه نرخ تورم باعث شده که اشکت در بیادره؟ نه لابد ماجرای افزایش 35% شهریه مدارس. آره پدر. نه بزغاله بابا نه. فهمیدم لابد ماجرای افزایش 35% شهریه مدارس. آره بابا. یعنی یکی اینا جلو چشمم دور کنه تا با لقت نزدم تو پوزش. برو ببینم. ریاضا به بچه چی کار داری؟ خب خبرت بنال ببینم چته؟ از صنعت ژینگولات یا همون شیلات خودمون حمایت نمیشه. مقدار ماهی کم شده، ماهیگیری هم سخت شده، واسه همین قیمت ماهی رفته بالا و فروش ما کم شدی. اگه ما نتونیم ماهی بفروشیم چیکار کنیم پدر؟ معلومه بریم ترومپت بزنیم. بلکن من اینو له کنم. بذار من له کنم. بلم کن. تو چیو ولش کن بابا، درقه بیش نیست. ببین بذار یه زنگ بزنم به دوستم بیاد اینجا مشکلمون حل کنه. موبایلمو بردارم. الو ایشون فدا چم داداش یه سر به ما بزن. سلام پدر این ایکیوسان دوستم خیلی باهوشه. حالا هر مشکلی داری بهش بگو یه حلش میکنه. ایکیوسان پسرم صنعت شیلات پنچر شده، قیمت ماهی بالاست، فروشمون هم کم شده. مردمم که بالاخره باید چیزی بخورن. بگو چی بدیم بخورن؟ صبر کن کمی بزاق بزنم به انگشتم بمالم به کلم ببینم چی جواب میده. آها فهمیدم. هرچی تا آشغال به درد نخور داریم بیارید اینجا، تا میشمارم بیارید. یک خیلی خب بدو آشغالا رو بده. آشغالا رو بدی بهش. بکاشی دست به دست کنید. بگیر اینو بگیر. خیلی خوب ایکیوسان، وای به روزگارت اگه مخمونو کار گرفته باشی. بگو اینا واسه چته ها؟ اینا رو با نیم کیلو چربی آشغال گوشت بریزید توی قابلمه، یه مقدار ادویه هم اینجور چیزا باهاش قاطی کنید و بریزید داخلش و مخلوطش کنید و سوسیس درست کنید. سوسیس درست کنیم؟ این که سوسیس نمیشه. اینجوری میفهمم میان از اداره بوق و بهداشت میگیرنمون. راست میگه. خب به خاطر ضعف دستگاه‌های نظارتی تا بیان بگیرنتون 2-3 تن سوسیس رو انداختیم به مردم رفته پی کارش. بعدش هم یه جریمه کوچیک و خلاص. باریکلا عجب فکری کردی. آفرین به تو ایکیوسان. به خاطر این فکر خوبه که ما رو از ورشکستگی نجات میده من براتون شعر میخونم، همتون همراهی کنین. شاعر میفرماید که او دگو بیده او